روز و سال نو شما بخیر باد بینندگان ارجمند. نشر نخستین برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی در سال نو 2025 است. امیدواریم امسال هم برای آگاهی از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان به رادیوی آزادی مراجعه میکنید. و امروز پنجشنبه 2 ینور سرخط موضوعهای برنامه از این قرار است. شمس‌الدین جبار کی بود یا چرا سرباز سابقه‌دار آمریکایی سال نو نیو اورلینز را به دهشت تبدیل داد؟ چند ساعت پیش از حمله او در شبکه‌های اجتماعی ویدیو گذاشته است که از داعش الهام گرفته از میل کشتن و کشتن گپ میزد. ملیسا میگوید دختر فراری تاجیک را یافته به والدانش سپردند. دختر از بدرفتاری شکایت کرد. حق به جانب کیست؟ پروماندنده уже ایمو میکشه و میشنونه در دستم نروشنیک زدن میشوه. با تشبس تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه اسباب موسیقی رباب به میراث فرهنگی یونسکو وارد کرده شد. احساس غرور کردم، ما غرور دست یافت که ما ساز در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه. در امریکا تحقیق حمله تروریستی ادامه دارد که در نتیجه آن 15 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. مقامات پلیس نام حمله‌وران را اعلام کردند. به قول آنها شمس‌الدین جبار یک سرباز سابق بوده در افغانستان هم خدمت کرده است. جزئیات حمله و نتیجه های اولی تحقیق در گزارش همکارم کیومر سیاتا. حمله در این خیابان شهر نیو اورلینز رخ داد که همیشه سیر آدم است و در روز سال نو که مردم زیادتر اینجا جمع می آیند. یک مرد 42 ساله ماشین خود را در محله فرانسوی به سمت مردم رهگذر راند و 15 نفر را کشت و 30 کسی دیگر را مجروح کرد. ویدیوهایی که خبرگزاری رایترز به دست آورده است صحنه‌های دلخراش حمله را نشان می‌دهد. حمله ساعت 3:15 وقت محلی و در خیابان تاریخی و دوست داشته سیاحان اتفاق افتاد. یک شاهد حادثه میگوید که اول غریو ماشین و سپس فیغان مردم را شنید. صدای شکستن آهن بدن و دیگر بود. پلیس میگوید که راننده 42 ساله شمس‌الدین جبار یک سرباز سابقه‌دار آمریکایی از تگزاس بوده است. به قول افسران از داخل ماشین پرچم داعش را یافتند. حمله‌ور که لباس نظامی داشته است هنگام تیراندازی با پلیس کشته شد. حالا مقامات ارتباط احتمالی او را با سازمان‌های تروریستی تحقیق دارند. مفتشان میگویند که در داخل ماشین حمله‌ور اسلحه و مواد ترکنده پیدا کردند. همچنین به قول آنها شمس‌الدین جبار ظاهراً به تنهایی عمل نکرده و جستجوی شریکان او ادامه دارد. بنا به اطلاع موجود شمس‌الدین جبار به حیث خانه فروش در شهر هیوستن کار میکرده است. 10 سال در ارتش آمریکا از جمله به حیث متخصص کامپیوتر کار کرده به افغانستان هم سفربر شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حمله را محکوم کرد و درباره حمله‌ور هم گفت. خدمات فدرالی تحقیقات به من گزارش داد که چند ساعت پیش از حمله او در شبکه‌های اجتماعی ویدیو گذاشته است که از داعش الهام گرفته از میل کشتن و کشتن گپ میزد. بایدن همچنین گفت که مفتشان موجودیت هر گونه ارتباط بین این حمله و ترکش ماشین در نزد برج ترامپ در لاس وگاس را تحقیق میکنند. داعش و یا گروهی به نام دولت اسلامی که یک زمان در عراق و سوریه ظلم و وحشت را به راه انداخت از طرف ائتلاف به رهبری آمریکا شکست خورد. به قول متخصصان این گروه هنوز هم به جلب هواداران از طریق اینترنت ادامه می‌دهد. حمله سال نو در نیو اورلینز در حال است که در اکثر نقاط جهان مردم تجلیل عید را ادامه می‌دهند. در تاجیکستان هم بسیاری‌ها عید را جشن گرفتند. در مرکز شهر دوشنبه ارچه سال نو آرا داده شد و در شبکه‌های اجتماعی مردم نوارهای زیادی از آتشبازی هم نشر کردند.
ولی مشاهده شد که برخلاف سالهای گذشته این نوبت پیام تبریکی پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت سال نو 2025 پخش و نشر نشده است. طبق معلومات سامانه پرزیدنت امامعلی رحمان عادتا شام 31 دکبر مردم را با سال نو تبریک می کرد. پیام شادباشی او از سال 2000 در این وبسایت محفوظ است. در آخرین روز سال 2024 و هم 1 ینور 2025 نه در سامانه پرزیدنت و نه رسانه‌های دولتی پیام تبریکی از نام امامعلی رحمان نشر نشد. دفتر مطبوعات پرزیدنت هنوز در این باره شرح نداده است. و حالا رو آوریم به یک بحثی که بین یک دختر 20 ساله تاجیک با افسران وزارت کارهای داخلی سر زده است. ماجرا این است که این دختر میگوید برای پیشگیری از ازدواج مجبوری از خانه والدان فرار کرد و او را با درخواست پدر و مادرش خادمان وزارت کارهای داخلی پیدا کرده و به والدانش سپردند. دختر ادعا میکند که در اداره پلیس با بدرفتاری روبرو شد. از این رو خود را جبر دیده میشمارد. ولی یک خادم پلیس میگوید اتهام‌های این دختر اساس ندارند. علی شیرظریفی و امیر سویف با هر دو طرف بحث هم صحبت شدند. سناریو жизни تا رنگ هم آدمایی که ایره برآمدگان رنگ هوا. این دختر 20 ساله ساکن شهر دوشنبه شکایت دارد که در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به گمان فاحشگی بازپرسی نموده مورد لطکوب قرار دادند. رادیو آزادی به دلیل اخلاقی از گفتن نام دختر خودداری میکند. زبیرزاده جمال فریاد میکنه بعد نسبت من تهمت میکنه. حتما اول میگه که تو گمان شونده در فاحشگی یعنی خیلی راهی بد زدن آدمایی که قطعی توسط راهی بد میبرند. خیلی گفته تهمت کردن نسبت مرا نسبت دیگر آدم تهمت میکنه. خیلی گپا میگه من کوشش میکنم که بفهمونم که خیلی گپ نیست چی گپ کوشش میکنم بفهمونم که باور نمیکنه گپم ده. بعد میگم که اگر خیلی بیانات مرا قبول کرده نباشن من میپرم چی نمیکنم گفتم خیلی گپ بر دروغه. بعد همونجا وقتی پرومدن ده اوجه ایمو میکشه و میشنونه در دستم نروشنیک زدن میشه. بعد در پای سرم میزنه. میگوید بعد از ندادن بیانات درباره رابطه‌اش با دیگران او را در پشت سرش زدند و مناسبت دغلانه کردند. با گفته همصحبت ما حادثه 12 دکبر سال 2024 در بینای وزارت کارهای داخلی صورت گرفته نتیجه تشخیص طبی و دادگاهی را درباره آسیب دیدنش در دست دارد. در این سند نوشته شده است که جراحت‌ها از آن شهادت می‌دهد که آن از تاثیر جسم‌های سخت و کند ممکن است در سنه 12 دکبر برداشته شدند. مرا بودن که نمی‌خواستم هوایده شوهر دادن بودم. این ماجرا بعد آن سر زد که این دختر از خانه پدر برآمده مدت جدا از اهل خانواده زندگی می‌کرده است. میگوید اگر خانه پدر را ترک نمی‌کرد او را مجبور به مرد خانه‌دار می‌کردند. اول قطعی پدر مادرم یک نوع فهمی میشه که در نتیجه ما میخوام که هم عدل زندگی کنم. میگم که خیلی نمیشه من بهترش هم عدل به هم پدر مادر خیلی زندگی ما پیش میبرم. بعد بین میلیسا چیزای مقامات کردن میشن. جمال زبیرزاده کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان بازپرسی این دختر را تصدیق ولی لطکوب و به فاحشگی گمانبر دانستن او را رد کرد. وی در صحبت بدون ثبت تاکید کرد که وقتی دختر از خانه برآمده مدت بر نمیگردد پدرش برای یافتن او به وزارت کارهای داخلی عرض میکند. به قول زبیرزاده در اساس عریضه پدر دختر را یافته به خانه‌اش برمیگردانند و از او زبان خط میگیرند که دیگر به آگاهی والدین از خانه برآمده بدرک نشود. خود دختر میگوید خواستار مجازات این کارمند ملیسا است که او را به قول خودش به هیچ دلیل به فاحشگی گمانبر دانسته برای ندادن بیانات لطکوب کرده است. میگوید تا حال به هیچ نهاد شکایت نبرده میخواهد قضیه رسانه‌ای شود. به نظر حقوقشناس دلیر قربانوف پرسش شهروندان مثل این دختر نوبسته از آن که به کدام جرم گمانبرند باید در دایره قانون صورت گیرد. مجبور کردن برای نوشتن بیانات خود اقراری و مجبور کردن برای امضا کردن بیانات از جانب کارمند مقامات کارهای داخلی آماده شده نیز عملی بر اعلا غیرقانونی می باشد.
ҳарчанд мақомоти умури дохилӣ даст доштани кормандони худро дар озору азияти сокинон ҳангоми бозпурсӣ рад мекунад, вале дар гузашта шикоятҳо аз иқрори иҷборӣ ё зери фишор ба гардан гирифтани гуноҳ расонаӣ шудааст. бинандагони муҳтарам, ҳамкорони мо ин моҷароро пайгирӣ доранд ва шуморо бо натиҷаҳои он ошно хоҳем кард. дар афғонистон сарнавишти ояндаи як ҳунари нодир таҳти хатар мондааст ва он ҳам ҳунари рубобтарошиву рубобнавозӣ аст, ки дар тоҷикистон ҳам роиҷ мебошад. Азбаски толибон овозхониву навозандагиро дар афғонистон манъ кардаанд, талабот ба рубоб кам шудааст, вале онҳое ҳам ҳастанд, ки мегӯянд аз ин кор даст намекашанд ва садои зебои торҳои ин соз ҳам ҳеҷ гоҳ фурӯ нахоҳад нишаст. номи аслии тамоми мусоҳибони гузориш ба сабаби тарси онҳо аз толибон пинҳон дошта шудааст. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. садои тешаборанда ки баъдан ба садои зебои рубоб табдил мешавад. рубобе ки бо ташаббуси Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Афғонистону Эрон моҳи декабр ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО, муассисаи илм ва фарҳанги созмони милал ворид шуд. вале толибон дар Афғонистон зиндагиро барои ҳунармандону рубобтарошони кишвар сахт карданд, чун талабот ба рубоб кам шудааст. آمار ندارم. این مقدار میفهم که آمار فروش ما از تاریخی که طالبان می آمدن بیشتر بود. برای چی؟ برای از این که تماما همه مردم موسیقی نواز افغانستان هم رفتن. چی از کابل، چی از افغانستان، تمام رفتن به ایران. اینجا موسیقی آزاد اینجا نیه. سخی 10 سالها باز ماه دو رباب می سازد با وجود آنکه طالبان از آنها خواستند این کار را بس کنند. صحنه‌های رباب شکنی طالبان هم زیاد در اینترنت نشر شده است. برای سخی نگه داشتن هنرش از دو جهت مهم است. اولا باز اگر مبالغه کنم درست باشه، اولا برای من ارزش همین داره که من طریق ازی بتونم امرارم آش کنم. این اول ارزش داره. رد ازی 199.9% ارزش فرهنگی ازی، ارزش میراث ازی به دل است که بعد میراث ازی این میراث گل نشه. بعدی رسیدن به قدرت در سال 2021 طالبان سرایندگی در تالار و رستوران‌ها و پخش موسیقی در تلویزیون را منع کردند، چون به قول آنها غیر اسلامیست و جامعه را فاسد می‌کند. گل آقا رباب نوازی هوسکار است و شاهد شکستن رباب ها هم شده است. ساز موسیقی که صدایش از 1000 سالها تا کنون تنین می اندازد. می گوید افتخار می کند که رباب شامل فهرست یونسکو شد. من واقعا احساس افتخار کردم، احساس غرور کردم. به ما غرور دست یافت که ما سازی در افغانستان داریم که این ثبت سازمان یونسکو میشه. گل آقا می گوید حفظ این ساز موسیقی را با وجود سرکوب‌های طالبان خرج خود می شمارد. تنها چیزی که ما وادار میکنه که باید رباب ادامه بدیم دینه. متوجهیم؟ دین ما به وطنه. ما نباید بذاریم فراموش هنرهای ما. طالبان رباب 35 ساله مجید را یک بار شکستند ولی خودش تعمیر کرد. او که رباب نواز کسبی است میگوید هیچ کسی در افغانستان نمیتواند رباب سازی و رباب نوازی را از بین ببرد. این رباب که من تا کمرم است اینه میره که خود نگاه میکنم. اگر اولادایم نگاه کردن هم خانه شاباد، باز اگر فروختن هم خانه شاباد، به خاطر که فرهنگ رباب که از گم نمیشه. رباب است اگر اینجا نواخته نشه فعلا نمیاله در پاکستان است. هنرمندایی است که می‌نوازند در خارج، در کانادا است، امریکا است، همه جای است. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگریا نکنه، توی خانه رو بساز نکنه.
بینندگان ارجمند تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر رو همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. خدا نگهبان شما.